تبدیل اکانت به پروفشنال. خوب گوش کنین، هیچ این طرف و طرف نمیریم. روی سه نقطه بالایی میزنید Setting and Privacy. گزینه اول اکانت میزنی. اکانت که زدی در این قسمت اکانت انفورمیشن برات میاره، رویش میزنی. این قسمت کانتری ریجن زده که ریجن کشور اکانت مرا کانادا زده، رویش میزنم. جرمنی را انتخاب میکنم، فرانسه را، هر کدومی که خودتون خواستین از این قسمت انتخاب میکنین. اکانتتون هر اکانت باشه تبدیل میشه به پروفشنال. گفتم براتون چی گفتم، اینایی که میگن اکانت پروفشنال کلاهبردار هستن، کلتون کار میتونن انجام بدین. کلتون اکانت پروفشنال نداره، فقط در بعضی کشورها پول میته تیک تاک، در بعضی کشورها نمیته. خب شما فقط ایجاد کشورش تبدیل کردیم، چی اینمی کار داشتی میاین سر مردم میفروشین؟ واقعا کار داشت؟ برین کلتون استفاده کنین عزیزان. تمام راههای درآمد از تیک تاک اینمی قسم ساده و واضح براتون میگم. لطفا از کسی اکانت نخرین، حداقل شمایی که ویدیوی مرا میبینین. دیگه لایک و کامنت و هیچ چیزا نه، فقط ببینین استفاده کنین. اگر سوالی بود داخل کامنت ها بپرسین. بعضی هستن که این قسمت برشون نمیاره این کانتری ریجن، باز ایرم راه حلش براتون میگذارم در ویدیوهای بعدی. فقط استفاده کنین، لطفا اکانت نخرین به خاطر اکانت پول بتنا. پول مفت به دست نمیآیه، به خاطرش عرق میریزن مردم، مفت از جیب مردم خالی نکنن. دزدای بی شرف. خلاص.